یه دونه دیگه هم درست میکنیم. همچین حالتی. همه گلا رو به این شکل درست میکنیم. برگم که خب مثل برای برگم همینطور. برگو مثلا وقتی که بریدن که نمیبریم، وقتی که بازه یه تیکه برگه برگه که اینجوری درست کردید، برای اینم میتونید سایه روشن بذارید. برای برگ با یه سبز روشن‌تر. برای ساقه هم سایه روشن میذارید، حتی یه جاهایی از سبز تیره تر استفاده میکنید، مثلا برای خط وسط برگ. ببینید دوستان عزیز، یه بار دیگه روی یه گل دیگه از این زاویه احساس کردم از اون زاویه دید خوبی نداره، بهتون نشون میدم که چی کار باید بکنید. این پشمو که جدا کردید اینطوری میتونید تاش کنید، بذارید اینجا روی این خطی که گل برگا رو ما مشخص کردیم.
و اینجوری با سوزن ضربه میزنید که این به خورد پارچه بره. دوباره یکم دیگه از این پشمو میکشید، اینجوری لبش رو تا میکنید، میذارید اینجا، چون بازش میکنه شکل همین گلبرگ. با این تک سوزن کلشو اول میزنید، سفیدا رو اول میذاریم، بعد میریم سراغ سایه. سایه رو از پررنگ شروع میکنیم، یعنی از صورتی پررنگ شروع میکنیم. سایه ها رو خیلی کم میتونید بردارید. بخواید پررنگ یا کم رنگ بذارید دیگه بستگی به خودتون داره. من این بار میخوام یه ذره سفید بارزتر باشه، سایه رو کمتر بذارم. یه جاهایی فقط میتونید یه خط بندازید. بعدم میتونید با این یه ذره محکمترش کنید. بعدا در انتهای کار روی برس میذاریم و کامل 1 رو 20 دقیقه باید اینجوری بزنید. میتونیم از یه سبز روشن‌ترم برای سایه برگ استفاده کنیم که طبیعی تر به نظر برسه. بعد میریم سراغ یه برگین بالا. اول سبز پررنگ رو استفاده میکنیم. برگ طبیعی تر به نظر برسه. در نهایت روشن ترین رو یه ذره به عنوان سایه استفاده کنید.